филми Сулаймон Табаров. چرا کنیم ما؟ چیه شو؟ ساز. تو چیه؟ ساز. درسو تیار کردی؟ بله. تو چی؟ صادق رفتی ته؟ تو خودت را تا بکه با نادانی میزنی؟ چی شد زنک؟ چی شد؟ اومدی سالی نو است کنی تو فای کودکو تو چرا بگرد من گفتم ادهی؟ بدیلم زدی میدانی چی؟ تو بدیلم زدی من با تو دیگر زندگی کردن نمیخواهم اوشا، حسین جان رفتم به خونه خوابتون برای خب؟ زنک تو خودت نغز میدانی که امروز قرض بانک داشتیم و چقدر پول کی داشتم برده به بانک سپاریدم و دیگر پولم نمون که به کودکا توفه گیرم تو چی؟ با این سخنهایت گفتنی که به کودکا توفه نمیگیری؟ آخیر زنک گفتم که نمیگیرم آخیر شرایط نیست چقدر پول کی بود به بانک برده دادم ندارم شرایط نداری ها؟ همین خیر به نزدی ارچه برده صورت هم گرفته نمیتوانی برای سیر و گشت حتما پول لازم است برای رسمیری هم پول لازم است آخیر در خانه خوراکوری تمام شده است کودک‌ها توفه انتظار هستند آخیر گوش کن مرا اقلا تو مرا فهم این سالانه هم که نشد باز از پیش ما بسیار جشن‌ها داریم آخیر از پیش نوروز است عید رمضان است عید قربان است در دیگر عیدها هر چی خواهی با کودک‌ها میگیرم این خیلی که باشد تو در خونه چین مادر من هر سال نو را جشن میگیرد من کودک‌ها را با خودم گرفته به خانه مادرم میروم نکنی این کارو با دلم زد چونه زندگی قشاقانه من دیگر صبر کردن نمیتوانم مادر جان ما با کجا میرویم؟ به خانه بابایت میرویم دخترم سالی نو را در خانه بابایت میگذرانیم اورا ما به خونه بیبی هم میرویم رفته مادر جان پدرمون رو با خودمون نمیبریم؟ نه نمیبریم پدر در خانه میشینه خودمون میرویم رفته کنیم تو کوش نشان کوش کنی یک دقیقه ایسه
باز کی باشد؟ ای دادا جان سلام دخترم. سلام 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 آیشه جان، سلام آسیا جان. السلام السلام آیشه جان، آیشه جان. چی شد دخترم؟ دادا جان، آچا جان، شما با اینجا؟ ما شما رو خبر میدیم اومدیم با همراهی مادرم. چی شما با کجای میروید؟ ما خواستیم به خونه شما رویم تا سال نو رو با شما گذرانه. چی؟ با خانه ما میروید؟ سالی نو رو چیکار میکنی دخترم؟ ما شما رو خبرگیری اومده، نه بیروها رو خبر گیری اومده. همین تمنه آچش انا من بابای برفی مادرت سنی گروشکا برفت. بابا جان تو با ما توفه سانه آورده؟ آیشه جان، من برای شما همه چی رو آوردم. انا در خطه بیبیت تمام چی رو آوردم. رحمت چی به شما یگان واقع روی داده؟ نه، کودکا کم ترزیق شده بودند. از همان سبب خواستیم به خبرگیری هم رویم. این طور که باشد ما پیش دستی کرد آماده ها. دخترم ما رو به خونه دعوت نمی‌کنی؟ بخشید مادر جان، من فراموش کردم و شما رو در نزدیک نگاه داشتم. بخشش گذارید. شما مادم بیایید بچه جان، دادا جان گذارید به همه. گذارید دادا جان. بابا جان تو گفتی که ماما توفه سانه میاری کو؟ گذارید اوه این داماد در خانه بوده است که هوا جان چی شما؟ سوز خوب؟ رحمت سلام رحمت پسرم. خدا جان سوزه؟ رحمت چی در این خانه یکا و تنها نشسته ای؟ بله مرا بگذارید مرا بیایید. بابا جان تو چه بعد گفتی که با ما توفه بیاری نیاوردی؟ دخترم آیشه جان، آسیا جان، ما برای شما توفه آوردم. من حاضر من رفته بیارم تو بارا. بله شما در اینجا ایستید من حاضر میارم. حاضر. بیا خدا جان مرا بگذارید مرا گذاشتش آمدی؟ انا نه انا توفه. رحمت بابا جان دیده چخیل من برای شما با همراهی بیبیت توفه های بهترین رو گریت آوردم. ها بیبیت؟ ها مرا بابا جان گذاشته تشکر. تشکر. آچا جان، دادا جان، خوش آمدید. خیشینید شما. من یک دسترخوان پرتویم. خب منش دامو برای چی تابتون اینقدر خیلی است؟ تقا جان شاید در نظر شما همه خیلی نمایان باشد همش خوب است شما با حضور شینید وزیر من میآیم بابا جان بابا جان میدونه چی شد؟ چی شد؟ پدرم با ما توفه سال نیاورد. مادرم با پدرم جنجال کردن و مادرم ما رو گرفتن قریب به خونه شما می اومده. راست بابا جان. زید آسیا جان با شما زید شدید. این توفه ها از کلی دادت ما برای شما آورده. همین تمام بیبیش؟ شما آمدید جان، دادا جان. رحمت دخترم. دخترم لازم نیست. من یک چای نو دم کردم بیایم. شنید من با شما گپ دارم. چی شد دادا جان؟ داما داما
بیا پسرم بیا مرحمت چی؟ خوش پسرم با شما چیش بود؟ هیچ تاو جان همش خوب است. چه خیلی هیچی من علاقه پای بوده شدم با شما چی شده است دخترم؟ هیچ چیز نه دادا جان. دخترم تو شکرانه یا همین فرزند آقایت را کن هیچگاه اونها را خوار و زار شدن نمان من دختری سلیم بای را دیدیم 2 سال شد که از شوهرک برآمده است من فرزندای وی را می‌بینم دلم رش می‌شود در قدی کوچه سری لوچی پای لوچ می‌گردم نه دخترم این کارت خطاست دخترم اگر خانه من رفتنی که باشی با وقتی خشون چهره کشاد به خانه من را وقتی که جمع کرده به خانه من میروی نه دیگر در خانه من برای تو جای نیست فهمیدی؟ فهمو دادا جان بخشش دیگر تکرار نمی شود. Thank you.